اسلام از ما در مرحله اول گمان نیک را تقاضا میکند. نیت داشتن یک نیت نیک را تقاضا میکند. نیت نیک ما همی که ما به عنوان یک جوان مسلمان انگیزه ما باید چی بوده باشد؟ هدف ما باید چی بوده باشد؟ ما برای چی باید درس و تعلیم بیاموزیم؟ این درس و تعلیم را که شما میآموزید اگر یک هدف مشروع شما نداشته باشید، این بیخوابی هایی که شما در لیلی ها میکنید، این زحمتی که شما میکشید و این تلاش را که شما میکنید با ثواب ندارد. این زمان رنگ و بو پیدا میکنه و لذت پیدا میکنه و ثواب با خود میگیره که شما نیت نیک را با خود داشته باشید. نیت نیک با زمان چی وقت پیدا میکنیم؟ نیت نیک زمانی ما پیدا میکنیم که هدف ما از تحصیل ما خدمت به یک نظام اسلامی بوده باشه. ما چی میگیم؟ من اقتصاد میخوانم تا بانکداری اسلامی را بیاموزم. درست است؟ من